سلام، من حدیث میشمسی به همراه امنا اینجاییم تا اولین کتاب رو در حوزه مد و لباس با هم بازخوانی کنیم. اولین کتابی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم کتاب تاریخ لباسه که 5000 سال پوشاک زنان و مردان جهان رو مورد بررسی قرار داده. نویسنده این کتاب رودتنر ویلکاکس هست و مترجم شیرین بزرگمهره که انتشارات توس اون رو نشر داده. خب اول این کتاب ما داریم سخنان و یادداشت‌های مترجم رو نگاه می‌کنیم و بعد از اون پیشگفتار رو داریم درباره نویسنده و شروع فهرست مطالب رو داریم. توی فهرست مطالب اومده از 3000 سال قبل از میلاد تا 1958 رو مورد بررسی قرار داده که هر فصلی که در واقع ما داریم توی این کتاب می‌بینیم که به 49 فصل دسته‌بندی شده اومده تیتروار یه خلاصه از هر فصل کلمات کلیدیش رو برای ما توی فهرست مطالب قرار داده. اولین فصلی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم مصریان هستن که 3000 سال قبل از میلاد تا 525 رو مورد بررسی قرار داده. خب مصریان پوشاکشون تنوع چندانی نداشته و اصولا هم پارچه‌ای که استفاده میکردن کتان بوده به خاطر گرمی آب و هوا و افراد مرفه و اشرافزادگانشون در واقع میومدن از پارچه ململ شفاف استفاده میکردن که از گیاهی به نام بزرگ که اطراف جلگه های حاصلخیز نیل رشد میکردن پارچه هاشون رو تهیه میکردن و مورد استفاده قرار میدادن. بیشترین رنگی که استفاده میشده رنگ سفید بوده، البته رنگ های دیگه و رنگ های تیره بوده ولی بیشترین کاربرد رو رنگ سفید داشته. اولین و اساسی ترین لباس مردان شنتی بوده که در واقع شنتی ها یک پارچه های لنگ مانند بودن که جلوی لباس مردان قرار می گرفته و به وسیله یک کمربند چرم یا کنفی به کمرشون بسته می شده و جنس این شنتی ها هم از کتان بوده. افراد بالا مقام شنتی هاشون یک سری پیلی هایی داشته که مانند اشعه‌های خورشید بوده که به اونها اوریوس میگفتن. در واقع اوریوس نماد افعی مقدس بوده که حالا اینجا ازش یاد شده. از 1500 تا 332 قبل میلاد قد دامنها بلند بوده و یک کت کتان شفاف روی اونها قرار می گرفته و شنتی جلوی اونها بسته می شده به صورت مجزا البته و بعد از این دوره پیلی به عنوان یک نماد اصلی لباس مصریان شناخته میشه و در تمام لباس مصریان ما داریم این پیلی رو به تکرار میبینیم. زنان پوشش لباسهاشون به این صورت بوده که لباسهای بسیار تنگ و چسبناک میپوشیدن که از زیر سینه شروع شده و تا پایین پاشون ادامه داشته و این لباسها توسط یه بند یا 2 تا بند به شونه هاشون وصل شده. توی مواردی که من بررسی کردم توی خیلی از عکس هایی که وجود داره یا دیوارنگاره هاشون به این صورت هست که سینه های زنان عریانه و دیده میشه. حالا این یک بند یا حتی خیلی هاشون اصلا بندی هم ندارن، انقدر اینها جذب بودن که روی بدن ایستایی داشتن. اومده در مورد صندل ها گفته که مخصوص کاهنان بوده و فقط کاهنان توی این دوره از صندل ها استفاده می‌کردن و مردم عادی صندلی نداشتن و کفه این صندل ها اصولا از چوب، چرم یا در واقع پاپیروس بوده که پاپیروس یک گیاه نی مردابی هست که در واقع کنار جلگه های نیل رشد می‌کرده و میومدن ازش یه سری موارد رو می‌ساختن که به عنوان کاغذهای حصیری ازش یاد می‌شده و روش می‌نوشتن و حالا موارد خیلی زیادی داشته و مغز این حالا نی‌ها رو هم می‌خوردن. از ساقه‌هاش به عنوان حصیر استفاده می‌کردن، حصیر بافی باهاش می‌کردن و موارد این چنینی. یکی از موارداش هم بوده که به عنوان کفه صندل‌ها ازش استفاده می‌کردن و صندل‌ها توسط چند تا بند دور مچ پاهاشون بسته شده. خب مردان و زنان مصری جز زمانی که سوگوار بودن موهای سرشون رو میتراشیدن. خب 2 تا دلیل داشته، یکی به خاطر اینکه گرمی آب و هوا
اذیتشون میکرده و اونها موهای سرشون رو میتراشیدن که بتونن از کلاهگیس استفاده بکنن و کلاهگیس هایی هم که استفاده میکردن در واقع از پشم یا الیاف خرما بوده. اینکه اقشار کم درآمد کلاهایی که استفاده میکردن کلاهایی بوده که از جنس نمد بوده. یکی دیگه از دلایلش هم که حالا اینجا گفته که میتونسته دستورهای مذهبی، تمیزی و گرما باشه که موهای سر خودشون رو میتراشیدن. کلاهگیس ها برای جلوگیری و محافظت پوست سرشون از گرما استفاده میکردن. در واقع پارچه‌ای مشبک شکل بوده که موهای انسان و پشم گوسفندان رو ازش رد میکردن و روی سرشون میذاشتن و میبستن و با شلوغ‌های راه و بردری‌دوزی شده رو ازش استفاده میکردن که جنسشون اکثرا کتان یا پشت بوده که تماما دور سر و گردنشون رو میپوشونده. زنها برای تزیینی که حالا روی موهاشون بوده از گل‌های نیلوفر آبی استفاده می‌کردن که در واقع نمادی از وفور نعمت بوده، همونطوری که مار نماد در واقع قدرت سلطنتی بوده و پر نمادی از حکومت به شما می‌رفته. آرایش زنان مصری در این دوره این شکلی بوده که چشم‌هاشون رو به رنگ سیاه و سبز در می‌آوردن و گونه‌هاشون رو سرخ و سفید می‌کردن و برای ناخن‌هاشون هم از حنه‌های نارنجی رنگ استفاده می‌کردن. مردان هم ریش‌های خودشون رو اغلب با طلا می‌بستن و به موهای سر خودشون وصل می‌کردن. یه مورد دیگه هم که وجود داره، زنها چون سینه هاشون نمایان بوده میومدن روی سینه هاشون رو، رگه هاشون رو از یک رنگ آبی مشخص استفاده میکردن، یعنی در واقع این رگ ها رو رنگ میکردن که نمایان باشه و عطرهای معطری که حالا توسط روغن ها به دست میومد و به تن خودشون میزدن. خب مردان چون زنان مصری گوشواره، گردنبند، علنگو، مچبند، ساقبند داشتن، یعنی در واقع یه وجه هم مشترکی بین هر دوشون بوده. سنگ عقیق، لاجورد و مرجان‌های کنده‌کاری شده رو روی زیورالات خودشون نصب می‌کردن. پیراهن‌ها رو می‌اومدن با یک زیبایی و مهارت خاصی با نخ‌هایی از زرد بردری‌دوزی می‌کردن. در واقع مصریان اولین کسایی هستند که اومدن الیافی از طلا در واقع به وجود آوردن. اونها انقدر الیاف رو نازک میکنن که بتونن از سوزن ردش بکنن و بتونن روی لباساشون کار بکنن. و یه کار دیگه هم که میکردن این بود که برای ممانعت از تابش خورشید و دفع گرما چتر و برای خنک کردن هوا باد بزن‌های پر یا پاپیروس رو استفاده می‌کردن که اینها توسط غلامانشون حمل می‌شد و اونها در واقع مورد استفاده قرار می‌گرفتن و اینها بیشتر ویژه مردان صاحب مقام. خب ما تا اینجا تمام مواردی که توی این فصل از کتاب گفته شده بود رو گفتیم. اگر شما به پوشاک مصر خیلی علاقه‌مندین، من یک کتابی بهتون پیشنهاد میکنم به اسم پوشاک بین النهره و مصر باستان که توی این کتاب اومده کاملا در مورد پوشش بین النهره و مصر حالا به صورت مجزاتر توضیح داده و نویسنده و پژوهشگرش هم آزیتا مصباح هست و اون هم همین دوباره نشر توس اومده در واقع منتشرش کرده. یه موضوعی که هست اینه که توی این کتاب تمام عکس‌ها رنگی هستن، جزئیات رو بیشتر نشون داده و اگر علاقه‌مند هستین به سبک لباس مصری یک گزینه خیلی خوبه و میتونین ازش استفاده بکنین. فیلمی هم که میتونم بهتون معرفی کنم یه فیلم ایرانی که یوسف پیامبره که خب توی اون هم لباس‌های مصری همین شنتی که گفتم اینها کاملا واضح هستن، میتونید به عنوان یه مرجع یه بازنگری نسبت به این فیلم داشته باشید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید. امیدوارم که این مطالب براتون مفید بوده باشه. پس دوشنبه‌های هر هفته منتظر ما و امنه باشید. خدا